بهتره که نخندی. خب بچه ها ما برگشتیم با یه چالش دیگه از سعی کن نخندی. این بار با مجازات. مجازاتش چیه؟ فلافل خیلی 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 تند بچه ها، اصلا خیلی تند ها، خیلی تند. باور کنید یا نکنید یکی از تندترین سسایی که میشد داخلش ریختیم. البته سس مخصوص خود فلافل ولک بود ولی واقعا تنده بچه ها. الان بهتون نشون میدم چقدر داخلش ریختم. اینجوریه که اینقدر بریزی باید در جا کلتو بخارونی و این داستانا دیگه. خب وقت رو تلف نکنیم، برو بریم. اول من یا تو؟ سنگ کاغذ قیچی. باش. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. خب اول شما. بله اول من ویدیوی تو رو ببینم. اول بذار من نه دیگه اول من خب شاید من اول میخوام ویدیوی تو رو ببینم. میخوام اول بدونم میوازم یا نه. اول من به تو نشون بدم. خب بفهم. ایزی میخوام برم جلو. اینو قبلا دیدی. پر کن. قشنگ پر کن. من از الان خندم. قشنگ پر کن. خب این خیلی ایزی بود بچه ها، خیلی ایزی بود. نفری بفهم. این دو. بارا جون خوش اومدی. دیگه چه خبر؟ والا خبری که نیست. خیلی مبارد کردی. ببخشید. خبری که چقدر مقاومت میکنه. خب بخند بچه ها. دوبار بخندی باختی راستی. وای آبه داشت از این دماغم میزد بیرون. خب مثل اینکه مهدیه برای برد اومده. بذار الان که رو دور خنده است یه دونه ویدیو خنده براش بیارم. میخوام برم دارخونه کاندوم بخرم اما روم نمیشه. چیکار کنم؟ که چیزی نیست، بگو یه پروتکشن میخوام. اگه فوق تأخیری بخوام چی؟ بگو یه پروتکشن دوبل دیلی میخوام. اگه فوق خاردورش بخوام چی؟ بگو یه پروتکشن بیگ دات میخوام. دیگه خیلی راحت و بدون خجالت خریدتون میکنی. سلام، خسته نباشید. سلام جانم بفرمایید. من یه پروتکشن دوبل دیلی بیگ داگ میخواستم. خانم حسینی یه کاندوم خاردار فوق تأثیر می‌ذارم. چی بده خدمتتون؟ میگی من خواهر کاندومیشن. بابا چقدر داری مقاومت میکنی؟ ما 118 بود داره خیلی مقاومت میکنی. واقعا خنده نداشت. متوجه نمیشم ولی شو. این ویدیو بعدیش هم ببین. دوستان من واقعا معذرت میخوام. چند وقت اخیر خانمی به نام فاطمه پیش ما کار تراپی انجام دادن. هزینه‌شون 7 میلیون تومان شد. متاسفانه اشتباه از سمت ما بوده و 700 میلیون تومان ما کارت کشیدیم. همینجا ازشون میخوام که برامون کامنت بذارن ما ایشونو پیدا کنیم. سلام فاطمه، از اون روز قرص خورده بودم حالا میزون نبود. پولمو بدید. اوه من ضعیف دارم ظاهر میشم. میخوای خالیش کنی؟ بخوریش بخور. لپام درد گرفت. آره لپا درد میگیره. اون سری برای منم همینجوری. خب یه ذره وایسا استراحت عجله نکن. خیلی واقعا بیایش. مرسی ممنونم. میشه من پول اینا رو یه هفته دیگه بیارم بهتون بدم؟ خواهش میکنم خواهرم. این چه حرفیه؟ شما همسایه ما هستی. بفرمایید دهنتونم شروع کنم. نه متشکرم، من روزم. الان که ما رمضون نیست. آره ولی آخه پارسال یه 10 روزشو نگرفتم. امسال میخوام بگیرم. شما حساب خدا رو یه سال ندی بعد برام یه هفته‌ای بدی؟ اون بده من. بابا تو چه مقاومتی میکنی؟ بخور. تو چه مقاومتی میکنی؟ خندم میگیره. چه مقاومتی داری میکنی تو؟ آخه خنده دار نبود. 4 تا رو یعنی تو درست حد زدی. من دیگه چیکار بکنم؟ وای خدا. بچه فکر کنم من میوازم این بازیو. رفتی؟ برو. بخش شده.
ببین من شده خودم روی ویدیوهای تو نمیخندم ولی اون فلافل رو میکنم تو دهنه. بیا مشتری گلمون درخواست یه همچین مدلی دارن. مشتری گلمون درخواست یه همچین مدلی دارن. بابا بیار دیگه تو رو خدا. اینم قبلا دیدی که دیده بودی اینه 7 تا اینو بهت نشون دادم 7 تا ویدیو دیدی؟ بچه خیلی من نمیدونم واقعا چیکار بکنم. من شرمندم قوی ظاهر نشدم. آخه فرصتی هم نداشتم واقعیتش. دیشب برنامه رو چیدیم تا امروز. باشه خب من پیدا بکنم چشم. بذار اینجا یه ویدیو قدیمی میخوام بهت نشون بدم با سورپرایز. ببین به این یکی دیگه بخر. داشت سجاد بالاخره اومدی. داشت سجاد ویلا گرفتم تا خودت رو پلی کنی بهتر کنه. مسافر داری میاد برو کار بکن. سرمشه آبرو نمیبری. بخور. الو مام از بس درد گرفته بود میلرزید به این بچه یکی نخندیدی؟ خنده‌دار بود که. این خیلی من هر موقع اینو میبینم میخندم. چون خودت توش بودی خندت میگیره. خب 8 تا مونده 2 تا من دیگه فکر کنم با باختم و اعلام کنم. مهدی اومده اینجا که این دفعه دیگه مجازات ببین یه دونه دیگه بهت نشون میدم اگه مجازات بکنه داشت متین. اگه به این یکی دیگه نخندی دیگه من مجازاتم خیلی زیاد سست دادم بچه‌ها. من واقعا دوست ندارم اینو تستش کنم. آخ ای کاش فردا رو می اومدی. میدونی خیلی گیریم. بد شد. برو عزیزم تو بردی. تو بدون باخت رفتی جلو. حالا ویدئوهای من میریم سرخط خبرها. ویدئوهای مهدیه بدون باخت رفت بچه‌ها بدون باخت. مهدیه من خیلی ضعیف عمل کردم. خب آماده ای؟ آب بخور. اما ببخشید این پولتون افتاده بود. دست تو درد نکنه من. خیلی خودتو صفر نگیر دیگه. خیلی خودتو صفر گرفتی. ببین من حتی اگه خودم هم باختم تو هم یه کاری میکنم اون فلافل بخوری. چقدر تو نامردی. تو شوهرم یا دشمنم؟ من شوهری هم که از دشمن بدترم. این کیه؟ نمیخندی. نگه آبو تو گلت خورد دادی نخندیدی. بچه برون علی 26 سالگی تولد جشن چرا آبو تو دهنت داری قلقله میکنی؟ قشنگ با دقت تولد مبارک الیادم گشتر شیشه تولد خدا قسم تی تو قرآن لا ایش خدای نما قسم تی
با دقت ببین. بابا بخند دیگه. تو چقدر سفتی. لپام داشت درد میگرفت. آبش چقدر بدمزه است. سلامتی آرام این چه کاری؟ بابا بخند دیگه. بریم بیرون تو خدا دیگه. ولا هذا يصير زي كاي تو میخوای به زور به من چیز فلافل بدی. شورشو در آوردی دیگه. تمام شد دیگه فیلمم. خلي نتهلا فيك شويه ايوب بندير لك مساج الظهر ترجع بحال جديد. ايه بصح غير بالمهل عليك تموم شد ویدئوهای من. بابا بخند دیگه. من یه دونش هم نخندیدی. خیلی نامردی. ببین من اگه ببازم هم تو رو میبازونم داخل این بازی. ویدیوهای من تو خیلی خنده دارتر بود ولی تو واقعا صفر بودی مهدیه. خیلی صفر بودی. نه خیلی تو خیلی ویدیوهای بدی انتخاب کرده بودی. واقعا؟ بله. بچه ها ویدیوهای من بدتر بود یا ویدیوهای مهدیه؟ هرچند که ویدیوهای جفتمون فاجعه بودش. خیلی ویدیوهای بهتری باید دامنه میکردی. وقت نداشتی. حالا من تازه دماغم هم گرفته بود. دهنم هم که آب میکردم خیلی به سختی نفس میکشتم. واقعا واسه من این مسابقه خیلی سخت‌تر بودش. آره. از نظر من تو باید 2 تا گاز فلافل اصلا ویدیوها رو نگاه نمی‌کردی. بریم برای فلافل که داره میگیره. این روی فلافل ها رو نگاه همه قرمزه. من میگم دیگه ساندویچ رو نخوریم فقط فلافلش رو بخوریم چون روی فلافلش من زدم. این از فلافل زهرماری تند ما. خب بخوریم؟ از قیافش اصلا خوشم نمیاد. بخوریم؟ کامل بنداز دهنه. کامل یه دونه ای. بخوریم؟ و خیلی تنده. من خودت لعنتت نکنه. واقعا؟ و خیلی تنده. وای وای هر چی میخوری تندتر میشه. وای تو چرا نمیسوزی؟ خوشم اومد از مزهش. یه دونه دیگه بیا بخورم. واقعا؟
جدی داری میگی؟ از این به بعد فلافلا رو با این سسه میخورم. آقا من احساس میکنم کمی هم داره صورتم قرمز میشه، داغ داری میشه. چجوری اینقدر راحت داری میخوریش؟ خیلی خوشمزه بود. اوه چقدر داغه ولی. از این به بعد با مجازات‌های سخت‌تر بهش بدم. خیلی تنده واقعا. قبول نیست. بذار یه ذره دیگه بیارم شاید تو نونش باشه. بزن. به به به. بزن. گرسنه‌ام بودم. نه قشنگ بزن به به. بده منم بخورم. بده خب. تا باشه از این مجازات. بابا الان شام میخوریم، اون شام نیست مجازاته. اگه طرفدار منی این لایکو بکن. بچه‌ها من هم تو ویدیو خرابکاری کردم هم تو انتخاب مجازات. خوشحالم که باختم. خب دیگه من برم. واقعا؟ جدی داری میکنی این کارو؟ یه مجازات داشت بچه‌ها قرار بود شما داخل کامنت ها بگید، متاسفانه نگفتید. من باید خودم برگردم مجازاتش رو انتخاب کنم. مجازات شنا تو آب دریا که دفعه دیگه اینو اینجوری نخوریم. واقعا تنده، من نمیدونم تو چرا دارین اینجوری میخورید، ولی شنا تو آب دریا رو باید امشب بگید. امشب؟ آخر همین ویدیو میزه. نه چرا عزیزم؟ دیگه خب من مجازات تو انتخاب کنم. باید شنا نکن تا زانو بالاتر برو داخل. بابا اذیتم نکن، حالم خوب نیست الان. متی نه کنین مظلوم نمایی بازی ها رو. نه نمیخواستم فقط یه ذره بترسونم حالتو بگیرم. دیدم خیلی داره بهت حال میده، گفتم یه ذره حالتو بگیر. ولی بچه‌ها یه مجازات مهدیه داشت، شما داخل کامنت ها به ما نگفتید. بگید داخل کامنت ها به ما که چه بلایی سر مهدیه بیارم. نگاه کنید این چه جوری میخوره، این سوستون جوابش نمیده. این باید یه مجازات سخت بگیره. مثلا یه مجازات سیر و نوشابه و شیر قاطی بود، رضا گذاشته بود لایک نخوردش، زیاد اصلا نخوردش. برید داخل ویدیو اسپای گیم چالش جاسوس، اونجا کامنت رضا رو لایک کنید. همه از غریبه خوردن ولی من از شیر به مهدیه بدیم بخور. خداحافظی کن، کارت دارم. خب بچه‌ها خوشحالم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، واسمون کامنت بذارید و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید. پیج اینستاگرام من مهدیه این پایین تصویر واسهتون میادش. مهدیه پیج اینستاشو عوض کرده، داخل دیسکریپشن پیج جدیدشو میذاریم. دوستتون داریم خیلی زیاد. ببخشید دیگه نتونستم مهدیه رو خوب مجازات کنم. من خودم هنوز دارم میسوزم، کلم خارش افتاده. نمیدونم چجوری واقعا. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.